دوستانی که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا کنید، الله در مالت برکت میده. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم. من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونن، در کامنتاری مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکو کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. شما خواهش میکنم فرزند من دوست داشتید، برای خوب شلایی ندارم. خواهش برادرانه لایک، کامنتاریا و با دیگران رو کردن فراموش نکنین. از یک شما خواهش میکنم چقدر میتونی کمک کنین. سلام علیکم برادران، از شما خواهش میکنم فرزند من دوست داشتید، برای خوب شلایی ندارم، پایش تا بالا پوسیده رفته است. از شما خواهش میکنم پدرش رو بینو، خودم در من شرعی در غم فرزند خدا هر یک مادر سوزش مادرش نشان نده. باور کنید برادران، از شما خواهش میکنم رسیه روی کرده استیان 600 روبل گفته استیان، نمیدونم ای کجایی را پیدا کنم. چه فرزند دارد، زن دارد دیگه. ای خدایه من چیکار کنم که این فرزندی من شرایطش بود شود. از شما خواهش میکنم یا پروردگار از خدای تعالی شفا یابد این فرزندی من. از شما خواهش میکنم یاردم که کمک کنید فرزندی من رو از همین بررسی را شفا یابد و گشته بس تاری سر فرزندش بیاد. پدرشان رو بینو است که یاردم که یک فرزندی گفتی گپا کلانی من گفتی گپا جیگرم برای فرزند است. نمیدونم چیکار کنم، بکی عرض کنم، بکی که آدم خیرخواه ها بسیار است در همین دنیا. از شما ها خواهش میکنم پای بچه من نپرسد، التماس بچه که من دستگیری کنید، یادم دید که همین رفته در مملکت در کشور روسیه چی کند معالجه کند، ساق سلامت بر سالی فرزندش بیاد. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی، همین اواری که میبینین از هر یک شما خواهش میکنم خواهش برادرانه لایک، کامنتاریا و با دیگران رو کردن فراموش نکنین. از هر یک شما خواهش میکنم چقدر میتونی کمک کنین، 100 روبل، 200 روبل، 500 روبل، قدرت به توانایی. برادران و خواهران گرامی، در حالت خوب قرار داره. برادر و والنتیرای ما رفتن تفتیش کردن، حقیقتا حالتش بی‌زیب است، در حالت خوب است و ما تصمیم گرفتیم که همین برادر را کمک کنیم. از هر یک شما خواهش میکنم بی‌طرف نباشه برادران و خواهران گرامی. این مصیبتی که بالای سر این برادر آمدگی است سبحان الله به نهایت غمگین است و ما کوشش میکنیم که همین مصیبتی که بالای سرش آمده است ما سبب شویم و همین برادر شفا یابد. از هر یک شما خواهش میکنیم که چقدر میتونه قدرت به توانایی اونهایی که کمک کردن میتونن همین نوار با دیگران روان کنین. ان شاء الله که پیدا میشود یگان برادر خواهری که همین نوار دیده و کمک رسونه. ان شاء الله الله جزای خیرتون. یک کارت در نام خودش، کارت خودشونه